دبی اگه تحصیلگار تو بندازی زمین یا با موبایل رانندگی کنی ممکنه هزاران درهم جریمه بشی. بیا ببین عجیب ترین و گرون ترین جریمه های دبی چیا هستن. سرعت بالا داری 3000 درهم جریمه به اضافه توقیف خودروت. رد میکنی چراغ قرمزو 1000 درهم جریمه میشی و 12 تا امتیاز منفی بهت میدن. اگه موبایل دستت باشه موقع رانندگی 800 درهم جریمه داره. بیشترین جریمه های رفتارهای عمومی و داخل این پست بهت گفتم، حتما برو ببینش. جریمه های نظم شهری شامل تحصیلگار هست که 500 درهم جریمه داره. اگه هم لباساتو از بالکن ویزون کنی 1000 درهم جریمه داره. اگه هم ماشینتو داخل کوچه بشوری 500 درهم. حالا بریم سراغ جریمه های اینترنت و فضای مجازی. فحاشی یا پست توهین‌آمیز تا 500,000 درهم جریمه داره و اگه هم از VPN به صورت اشتباهی استفاده کنی 2 میلیون درهم جریمت میکنن. اگه قصد زندگی یا سفر به دبی رو داری این قوانین رو باید با جون و دل حفظ کنی. توی کامنت ها بنویس کدوم جریمه برات عجیب تر بود.